کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به توجه شهروندان و مهمانان کشور می‌رساند که طبق معلومات آب و هواشناسی روزهای 3-5 ایول سال 2024 در ناحیه‌های علایده تابع جمهوری در ولایت سوخت و در نواحی غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل باقی میماند. علاوه بر این روزهای 1-3 ایول سال 2024 در یک قطار نواحی ولایت ختلان، ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه بنابر تغییریابی آب و هوا طوفان گرد و غبار در نظر است. این میتواند باعث آلودگی هوا گردد. در رابطه با این کمیته از ساکنان خواسته است که در وقت‌های خاکبارش به بیماران گرفتار بیماری‌های قلب و رگ، دیابت قند، دق نفس یا آستما و فشار بلند خون توجه خاصه ظاهر کنند. از ساکنان همچنین خواسته شده که آنها خانه‌ها را با لطه تر پاک کرده در صورت ضرورت نقاب‌های طبی بپوشند. همچنین از ساکنان مناطق سیلخیز خواهش کرده می شود که سر وقت سیلروها و جو و کانال‌های نزد خانه‌های خود را از هر گونه خس و خاشاک، سنگ و ریگ تازه کنند و سایل‌ها را مستحکم گردانند. کمیته ساکنان دعوت کرده است که هنگام انجام کارهای کشاورزی، جمع‌آوری اعزام و گیاه‌های شفابخش و چرانیدن چاروا در مناطق کوهدامن احتیاط کنند. از همه دعوت شده است که هنگام دچار شدن به آفت‌های طبیعی تمام قاعده‌های بی‌خطری را قطعاً رعایت کنند. در صورت به وجود آمدن حالت فوق‌العاده می توانید با این رقم‌ها زنگ و کمک خواهید. نوبتدار مسئول کمیته 112 221 91 19 223 13 11